تصویر که روشن می شود هرچه می بینیم نمای بسته از صندلی و در و پنجره است. هرچه می بینیم حاصل همکاری ذهنی خلاق و دستی تواناست. وقتی دوربین نمای بازتری می گیرد گلدانها و گیاهان گوناگون نیز خودنمایی می کنند. آنها هم از ذوقی سرشار و روحی لطیف بیرون آمدند. خلاصه هرچه در قاب قرار گرفته طبیعت را به یاد ما می آورد و این تصاویر ادامه پیدا می کند تا آنجا که پاهای پیرمردی کمرمق وارد کادر می شود. از قدمهای نصف و نیمه‌اش می توان فهمید که سن و سالی از او گذشته، اما با تمام این نمادهای طبیعت نسبتی نزدیک دارد. اینطور به نظر می آید که عمرش را لحظه به لحظه زندگیش را در حال ساختن بوده و اکنون توان گام محکم برداشتن هم برایش نمانده است. نجار پسر عطار گزارشی است تصویری از زندگی مردی که عمرش را در ساختن سپری کرده. او از کودکی با چوب قرابت داشته و در نهایت نجار شده. فرشاد فداییان سازنده این اثر در این فیلم تلاش کرده تصویری که از عیسی عطارپور پیرمرد ارائه می‌دهد چیزی فراتر از یک نجار معمولی باشد. از فضای خانه و گفتگوهای همسرش و از نقل خاطرات خود پیرمرد میتوان فهمید که او دلبسته جنگل و طبیعت و زیبایی‌های خدادادی است. کارگردان سعی می‌کند روح لطیف او را به وسیله فضای منزلش و ماجراهایی که تعریف می‌کند منعکس کند. برخلاف مستندهای از این دست در این اثر جای راوی خالی است و حتی دقایق اولیه فیلم گفتگوی واضحی در خود ندارد و بیننده تنها شاهد تصاویری از منزل نجار است بی آنکه ایده‌ای درباره فیلم داشته باشد. در این لحظات گفتگویی رد و بدل نمی شود و اگر حرفی زده شود ارتباطی با هدف اصلی ندارد. حرف‌هایی است از سر کلام روزانه. کم کم شخصیت اصلی رو به دوربین می کند و بدون مقدمه شروع به صحبت می کند. این نوع روایت بی روایتگر بیننده را به میان گزارش می کشاند و کنجکاوی زیادی را ایجاد می کند. فیلم البته دو بخش دارد. قسمت اول که زندگی دور از کار نجار را نشان می دهد که به گفته خودش 11 ماه از کار دور بوده و اوقات فراغتش را در خانه نشان می دهد و بخش دوم نجار توانا را در کارگاه خود میان سیلی از کارهای نیمه کاره می بینیم که برق شوق از کاری دوست داشتنی را در دیدگان این استاد ایجاد می کند. آنجا که دوربین برای اولین بار فضای کارگاه استاد عطارپور را نشان می دهد آوای نوت‌های موسیقی روی ابزار و الوار و چوب‌ها و دستگاه‌ها شنیدنی است و این از معدود بخش‌هایی است که در این فیلم از موسیقی استفاده می‌شود. این اثر از هر نظر موجز و خلاصه‌گوست و بیان که مخاطب را دردسر دهد یا خمیازه کسالت‌آور او را طلب کند ماجرایش را با زبانی نو بیان می‌کند. در این اثر خبری از نوآوری‌های مندرآوردی و تلاش‌های نافرجام برای خاص جلوه دادن نماها نیست. فیلمی ساده با حضور دو شخصیت اصلی که از زندگی خود میگویند، ساخته‌هایشان از میوه‌های زیبای روی درخت تا لوازم ساخته شده با دستانی هنرمند را به ما می‌نمایانند. زمان فیلم کوتاه اما مفید است. حتی فرصت به تصویر کشیدن گلخانه کوچک و خانگی استاد عطارپور هم موجود است بی آنکه کمبودی برای موضوع اصلی به وجود آورد. اطلاعات لازم نه فقط از کلام شخصیت اصلی که گاهی از میان تصاویر خودنمایی می کند و کلام آخر. این فیلم شبیه شخصیتی است که قرار است به او بپردازد. استاد نجاری که حتی در و پنجره منزل خود را ساخته، عمر خود را در راه ساختن مصرف کرده اما هیچ ادعایی ندارد. حتی کاملا معمولی و ساده به نظر می رسد اما بسیار بی‌حاشیه و پاکیزه ماجرا را برای مخاطب تصویر می کند. پرگویی در خود ندارد و قصه را به انتها می برد.